حضور شما عزیزان خیر مقدم عرض میکنم و خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و به نوبه خودم از تک تک شما عذرخواهم از اینکه اونطور که باید نمیتونم اون محتویات درونی و فکر خودم رو اجرا کنم، ولی به همین شکل که الان هست و میبینید در موقع اجرای کار به هر حال انشالله بتونه این گره‌گشا باشه برای یکی از هنرهای خوب کشورمون که در دوران قدیم رایج بوده ولی متاسفانه به مرور زمان این فراموش شد و این هنر نقش ناخنی و نگارگری هستش روی کاغذ. این هنر از دوره اواسط دوره صفوی تا اواخر دوره قاجار بوده ولی به کلی فراموش شده. بر حسب اتفاق من سال 1361 موقعی که رفته بودم موزه هنرهای تزئینی، قطعه خط رو که دیدم برجسته هست روی کاغذ و اون کاغذ رو خاطر نشان کنم که اون کاغذ آهار مهره شده بود و روی اون خط برجسته من دیدم و بعد با خودم گفتم این حتما یک چیز ارزشمندیه که اومده رو دیوار موزه. از مسئول موزه سوال کردم، یادش بخیر، آقای بود به نام آقای ابوالفضل زابه. این آقا ازشون سوال کردم این چیه؟ بعد گفتن که این خط ناخنیه. بعد نحوه اجراشو ازشون پرسیدم، گفت اطلاعی ندارم، نمیدونم. ولی اونجا ذهن من مشغول این قضیه شد که چرا فراموش شده و چرا دیگه جایگاهش فقط توی موزه است، بیرون تو جامعه ما نیست، حضور نداره. به همین دلیل پیگیر شدم. 2 تا دلیل برای این قضیه پیدا کردم و اون این بود که یکی چون با ناخن کار می شده و بیرنگ بوده روی کاغذ و جلب توجه نمی کرده، این به اصطلاح پنهان از دید دیگران قرار گرفته. دوم اینکه قطعه کار کوچیک بوده که این مشکل رو هم من بعداً عرض میکنم حل کردم که این در قطعه بزرگتر اجرا بشه. بعد خدمتون بگم که این هنر وقتی که میخواستم ببینم این پژوهش کنم، ببینم این کجا بوده، به چه شکل بوده، مراجعه کردم به 2 کتاب آثار و احوال خوشنویسان تألیف دکتر مهدی بیانی. ببخشید، این 2 کتاب رو آقای دکتر مهدی بیانی تألیف کرده و تمام خوشنویسان رو از دوره‌های صفوی تا معاصر آثارشون رو تجزیه تحلیل کرده. برای مثال تو اون کتاب نوشته که قطعه خط از فرض کنید میر عماد در کدام موزه موجود هست و این قطعه خط برای مثال با 2 دانگ کتیبه نوشته شده، یا فرض کنید این خط به صورت چلیپا خط فلان شخصیت هست و حتی اون شناسنامه کار رو هم به اصطلاح بیان کرده و این یک راهگشا بود برای من. تو این مجموعه پیگیر شدم ببینم چه افرادی کار ناخنی میکردن. تعداد زیادی رفتم، منتها اینها به اون صورت شهرتی نداشتن
تنها کسانی رو که به اصطلاح پیدا کردم یکی میرعماد بود. میرعماد خوشنویس اواسط دوره صفوی که قطعات خیلی زیبایی از این شخصیت در موزه موجود هست. بعد قطعه خطی من دیدم مثلا راهنمایی پیدا کردم که در این کتاب عنوان شده بود این کار به اصطلاح مشکین قلم و میرزا محمد حسین شیرازی اسمش بوده و متخلص بوده به مشکین قلم. بعدها من متوجه شدم که این آقای مشکین قلم پدر بزرگ همین آقایی هستند که رقصنده معروف در هنر رقص اینجا فعالیت دارن در کالیفرنیا. و یک بارم کار پدر بزرگشون رو روی موبایلشون بود نشون من دادن، خیلی برام جالب بود. از این قضیه بگذریم. بعد همینجور من پیگیر شدم منتها میخواستم ببینم به چه شکل این کار انجام میشده، چون من هیچ اطلاعی نداشتم. اون سالها سال 1361 من شاگرد استاد غلامحسین امیرخانی بودم در خوشنویسی. رفتم این مسئله رو با استاد در میون گذاشتم که این چی است. به من فرمودن که اون خوشنویس‌های قدیم وقتی ابزار و کار خوشنویسی در اختیارشون نبوده، برای تفنن روی کاغذ نقشی رو از خط ایجاد میکردن و خطوط محیطی خط رو طراحی میکردن و به صورت برجسته نشون میدادن. و بعد من گفتم به چه شکل. تنها راهنمایی که استاد به من کردن، یادشون گرامی، گفتن که ناخن باید کاملا تیز باشه و اون ابزاری که اون موقع داشتن اصطلاحاً مقراس بوده چی بوده، قیچی میکردن ناخن و بعد به وسیله یک چیزی که حالت شبیه سوهان و سنباده بوده روی ناخن رو سلایه میدادن و بعد این همونطور که استاد فرمودن ناخن باید درست مثل قلم تراشیده بشه تا حدودی و انقدر ظریف و تیز، نه اینکه برنده باشه به کاغذ آسیب برسونه، آماده بشه که بشه باهاش کار کرد. و من اونجا همون جرقه و اون حرکت باعث شد که من برم یه جعبه، یه دونه باکسی که اون موقع یادداشت تلفن روش می نوشتن، سفید بود، کاغذ سفید در اندازه کوچیک، برداشتم و دائم با این کار کردم. اینقدر با این مشغول شدم، قوله میگه کار نیکو کردن از پر کردن است. اینقدر این کار رو ادامه دادم. اوایل موفق نمی شدم ولی اینقدر ادامه دادم تا اینکه تونستم اون نقوش رو روی کاغذ ایجاد کنم و خیلی خوشحال شدم از این قضیه. حالا از خودم بعد سوال کردم که خب حالا من اینو یاد گرفتم به عنوان یک هنرمندی که متعهد هست و باید این هنر رو احیا کنه و نشون بده به جامعه، چه کارهایی میتونم انجام بدم، چه چیزهایی رو میتونم افزون کنم برای اینکه اون مشکلاتی که اول عرض کردم، مسئله پنهان بودن از دید دیگران باعث شده که این خطها دیده نشه و فراموش بشه و یا قطعات کوچک اینها. این بود که من از هر کاغذی که در دسترسم بود استفاده کردم. به این نتیجه رسیدم که اگر روی سطح کاغذ رو با پودر بشه ماساژ بدم و این حالت استکاک کم میشه و سر میخوره. ولی در قدیم این کار رو نمی کردن. در قدیم کاغذ رو با نشاسته رو به صورت حریره، نمیدونم میدونین، میپختن و بعد چای دم میکردن به صورت غلیظ، داخل این نشاسته میریختن و از صافی رد میکردن.
اون محلول رو به وسیله پنبه روی کاغذهایی که موجود بوده در زمان قدیم میکشیدن و بعد از خشک شدن با یک عقیق و یه مهره دیگه‌ای مثل شیشه صیقلی داده شده اینو میذاشتن روی سطح صاف و دائم میکشیدن و اصطلاحاً این کاغذ رو بهش میگفتن آهار مهره که هم خوشنویس‌ها استفاده میکردن و هم بعداً کاربرد داشته در همین کار ناخنی. این کاغذ وقتی آماده میشده خدمتتون عرض کنم یه مطلب دیگه که الان برای من خیلی جالبه خدمتتون بگم. یه چیزی رو اون آثار قدیمی رو حتما شما دیدید، کتب خطی قرآنی، اینا روی کاغذش خط کشی نشده و خط نوشتن. بعد متوجه شدم که این می اومدن یک تخته ای رو سوراخ میکردن به فاصله های مساوی و به صورت زیگزاگی موی اسب از این عبور میدادن و به صورت 2 خط موازی تو اون سطح کشیده میشد، از پشت مهار میشده و بعد اون کاغذ رو میذاشتن، کاغذ خانبالغ یا کاغذ کشمیری رو که آهار مهره شده بوده میذاشتن روی اون سطح صاف که برجستگیش فقط دم اسب بوده، اون موی اسب. دست میکشیدن یه جا میذاشته که بعد توی اون خیلی راحت میتونستن خوشنویسی کنن و هیچ خطی دیگه ای که مزاحم دید باشه وجود نداشته، فقط یه برجستگی ظریف. حالا از این مسئله بگذریم برای اینکه اون چیز کلام از دست هم در نره. خدمتتون بگم قدما خیلی کارهای زیبایی انجام دادن و خیلی حالا نمیدونم به علت اینکه وقت زیادی داشتن، حوصله‌شون بیشتر بوده، ابتکار و خلاقیت مختلفی داشتن تو کارشون. یه مثال ساده بزنم خدمتتون. برای مثال مثلا میخواستن کاغذ رو رنگ کنن، پوست پیاز قرمز، پوست برگ مو، پوست انار، آب شنبلیله و دیگر چیزهای گیاهی که پیگمنت داشته، اینها رو میذاشتن و کاغذ رو توش رنگ میکردن و رنگهای متنوع، ارغوانی، سبز حنایی، خوش رنگ، اینها رو ایجاد میکردن و کارشون رو انجام میدن. حالا از این مقوله بگذریم میرسیم به اون دوباره به خط ناخنی. خط ناخنی رو وقتی که اجرا میکردن برای اینکه به اصطلاح از بین نره اینو داخل یک به اصطلاح کتاب میذاشتن، در معرض دید به اون صورت نمیذاشتن به خاطر اینکه رطوبت، به خصوص رطوبت کارو صاف میکنه. ولی خب به هر حال باید اینو به یه نحوی اینو نشون داد. حالا اخیراً تازگی‌ها هر شیئی که احتمالاً آسیب پذیره میان میزنن توی قابی که پاسپارتو داره و فاصله داره با شیشه قاب که میتونن نگه دارن. بعد حالا خدمتون بگم خط ناخنی رو همینجور گام به گام پیش رفتم و چون من با خوشنویسی آشنایی داشتم، استاد بسیار خوبی داشتیم یادشون گرامی، استاد غلام حسین امیرخانی. این آقا ضمن اینکه به ما آموزش میداد برای ما قشنگ تعریف میکرد، میگفت چجور ممکنه که یک خطی بیا جلوی نظر یکی این زیبا باشه، وقتی رؤیت میکنه فرد اونو دوست داشته باشه. و استاد برای ما گفتن که 12 خاصیت مختلف باید خط داشته باشه، 12 خاصیت که اگر اینها رو داشته باشه اثر زیباست، برای بیننده جذابه. یک، نسبت. حالا من اینا رو همینجور فهرستوار میگم، بعداً لازم شد بیشتر توضیح میدم. نسبت، فاصله، دور، سطح، نزول حقیقی، صعود مجازی،
قوت ضعف و صفا و شأن دیگه اون آخرین مرحلهشه که اگر همه اینها رو داشته باشه یه دونه نداشته باشه باز خط جذاب نیست. برای مثال همین صفا و شأن میدونید یه نفر خیلی زیبا مینویسه، خیلی خوب مینویسه، ولی حواسش نیست، دستش میخوره به مرکب میکشونه روی کاغذ رو آلوده میکنه به مرکب و این خط صفا و شأن نداره، حواس رو پرت میکنه و دیگه اون جذابیت خاص رو نخواهد داشت. ببخشید سرتون درد میارم. از بابت این مسئله من با در نظر گرفتن تمام این مسائل اومدم شروع کردم ناخنی کار کردم. ابتدا خط رو نوشتم، از حروف الفبا شروع کردم، الف ب پ ت س، به خاطر که اینها تکرار بشه، بعد اینا به هم وصل بشه، کلمات ایجاد میشه. کلمات که به اصطلاح اجرا بشه، این کلمات به صورت کرسی و چیز روی هم قرار میگیره و خط رو ما مینویسیم، زیبا میشه. من یه نکته دیگه که باید خدمتتون عرض کنم، الان اجرا میکنم ولی خب اون مورد در دسترسم الان نیست، ولی خب اشکالی نداره، فقط توضیح میدم. چون قدیم فقط روی کاغذ ظریف و نازک این کار رو میکردن، خب طبیعتاً با مشکلی روبرو نمیشدن. من با خودم گفتم حالا اگر من قرار باشه که این کار ناخنی رو روی مقوا آبرنگ بخوام اجرا کنم، این به چه شکل است؟ اومدم مقوا رو کاملا در زیر آب مرطوب کردم. وقتی به مرحله دونم رسید، دونم که راحت مقوا حالت انعطاف پذیری داشت، شروع کردم ناخنی کار کردن و اون خط که برجسته شد و اون نقش که برجسته شد، به وسیله قلممو و آبرنگ شروع کردم روی این خطوط کار کردن و اون خطها رو خوب نشون دادم. و این حرکت بود که من به این اثرها اضافه کردم و اون این بود که به اصطلاح رنگ رو وارد هنر ناخنی کردم. یه کار دیگه ای که من انجام دادم، البته ببخشید این کلمه من رو به کار میبرم، هیچ ادعایی ندارم، من همیشه پژوهشگر هنر بودم، همیشه دلم می‌خواسته که یاد بگیرم، ولی یه چیزی رو که من اضافه کردم به این مسئله این بود که قدما وقتی خط می نوشتن افرادی بودن که اون خط رو تذهیب میکردن به وسیله طلا و لاجورد، فیروزه و رنگ‌های دیگه. و به این فکر افتادم که با ناخن یک فضای خالی برای خوشنویسا فراهم بکنم که خطایی و گل‌های شاه عباسی و تمام اون جزئیاتی که تو تذهیب وجود داره با ناخن ایجاد بکنم و بعد اون خوشنویس بیاد روی این خط بنویسه که بمونه برای آینده ها. منتها اینجا ناخنی جای تذهیب رو میگیره. چه نوع تذهیبی؟ تذهیب برجسته، نقش برجسته. ما به هر حال من اگر در این رابطه سوالی چیزی هست، من در خدمتتون هستم، میتونم پاسخ بدم. سوال لغت تذهیب اینجا به چه معنیه؟ از ذهبه میاد، طلاکاری. کسی که مضاعف هست با ورق طلا اونو حل میکنه، با صمغ عربی داخل یک نلبکی و چند بار آب میرزه و میشوره و طلا تنشین که شد، باز صمغ اضافه میکنن، بعد صمغ اضافه کردن، مخلوط کردن، اینو با قلممو روی اون خطوطی که طراحی کردن میکشن. بعد که خط کاملا خوش شد، اون طلا خوش شد روی کاغذ، با یک مهره میکشن و خیلی براق، دیدین قرآن‌های خطی دیدین چقدر برق داره، به خاطر همونه. و بعد این کار رو بهش میگفتن تذهیب دیگه. اوج هنر تذهیب ایران در دوره به اصطلاح در دوره تیموری هستش و صفوی.
و که بسیار زیبا کار کردن و بسیار پرنقش و ظریف. ترکیب این هست به هر حال. ببخشید شما فرمودید که برای اینکه روی مقوا کار کنید فرمودین اصطلاح دوآب یا یه چیزی دونم. مرحله دونم عرض کردم چون مقوا ضخیم انعطاف پذیر نیست، خشکه، گفتم که حالت انعطاف پذیر بهش بدم. اومدم زیر شیر آب تو آشپزخونه گرفتم و بعد وقتی که کاملا خیس شد دو طرف مقوا گذاشتم روی شیشه به مرحله دونم که رسید حالت نرم، کاملا نرم رسید، یعنی آب نفوذ کرده توی اون جسم سخت. چون آماده شد برای کار کردن، نرم بود، به ناخنم فشار نمی آورد، راحت کار کردم. بعد موقعی که خوش میشه به همون شکلی که کار کردیم میمونه که ما بعد روش رو میتونیم مانور بدیم با رنگ و قلم. پاسختون هنرمندای خط ناخنی رو یکی علی اکبر اصفهانی بوده، فخر جهان دختر فتحعلی شاه بوده که کار ناخنی کرده، در آثارش در موزه کاخ گلستان موجود هست. محمد حسین شیرازی ملقب به مشکین قلم میگن، مشکین قلم صحیح‌تره، به مشکین قلم که الان عرض کردم پدر بزرگ همین مشکین قلمی که توی کالیفرنیا هنر رقص رو ارائه میده. بعد عمادالحسینی، همون میر عماد، محمد فلاح آرانی، اولویه خانم همون یکی از اون دختر خانم هایی که در کاخ گلستان زیر پوشش خانوادگی زندگی به دختر فتحعلی شاه. اینم میرزا محمد حسین شیرازی هم که یکی از به اصطلاح خوشنویس‌ها هست که یک اثر من از ایشون در کاخ گلستان دیدم، خیلی اثر زیبایی، به نام نوشته که سنگلاخ از سنگلج مشکلتر است. این واژه رو اومده با ناخنی نوشته و فوق‌العاده زیبا. و یکی از حسن کارهای این هنرمندای بزرگ بوده که بداهه کار میکردن، بدونی که بخوان مثلا خط رو طراحی کنن یا با قلم نی بنویسن. اینا شروع میکردن خطوط محیطی خط رو با ناخن اجرا میکردن. و اگر انشاءالله قسمت شد تشریف بردین ایران، میتونین به امین اموال کاخ گلستان مراجعه کنین و بگین این آثار رو نشونتون بدن. خیلی جالبه این تصویر، خیلی جالبه. شما میبینید که یه حالت شبیه سیامشق داره، کلمات تکرار شده. بعد این خوشنویس چون کاملا با اصول خوشنویسی آشنا بوده، یه کلمه رو، یه حرف رو انقدر قشنگ تکرار میکرده و چون ملکه بوده تو ذهنش، همون نسبت و فاصله و دور و سطح و اینا همه تو ذهنش چیز بوده، ملکه بوده، اینا رو دونه دونه به صورت بداهه اجرا میکردن. حتی طراحی هم نمیشده. بعد این شما اگر سیامشق‌های میرزا محمد رضا کلها رو دیده باشید، اینا تمام کلمات شبیه همه کاملا، بدونی که بعد خوشنویس‌های انقدر می نوشتن خط رو، نون دال و کلمات رو، که باعث می شده که تو ذهنشون ملکه می شده و دیگه کلمه رو اشتباه نمی نوشتن. استمرار در کار هنر خوشنویسی، اینا به مرور ملکه شده بوده تو ذهنشون. بعد اسم ما اومده توی لیست، البته حالا انشالله که بتونیم منشأ اثر خیر باشیم، چون یکی از اهداف بزرگ من اینه. پوشکین یه جمله خیلی قشنگی داره. پوشکین میگه که محصول اندیشه هایی را که به سختی به دست آورده‌ای به رایگان به دیگران بخش و برای این بخشش اجر و مزدی مطلب و الی آخر. ما هم وظیفمونه. سختی ها تو مسیر کارم دیدم، تنگ نظری ها دیدم،
و مشکلات مختلفی رو پشت سر گذاشتم، ولی الان به این مرحله رسیدم که برای هیچ کس اون چیزی که فرا گرفتم مبهم نذارم. با تمام وجودم افتخار میکنم که تا حالا هیچ چیزی رو از کسی پنهان نکردم. ظریفترین تکنیکی رو که برام پیش اومده اینو ارائه دادم، انشالله بتونه خیلی توش باشه. خب این الان این کاره که الان شما ملاحظه میکنی یکی از کارهای منه که گل و مرغ کار کردم. من توی طرح‌هایی که دیدم، توی طرح‌های اول و بیشتر حالا اینجا فرمودین برجسته، ولی توی طرح‌های اول که دیدم فرو رفته بود و وقتی یکی با ناخن کار میکنه طبیعتاً فرو میره، ولی وقتی برجسته است پس باید طرف فیلیپ بشه. اونم موقعی که دارم کار میکنم خدمتتون عرض میکنم که چه کار بکنیم که کاغذ فرو بره، چه کار کنیم که برجسته بشه. یه زمان هست ما میخوایم فرض کنیم یه برگو به صورت یه کاسه نشون بدیم، حالت مقعر داشته باشه توی کار ناخنیمون، یا مثلا میخوایم فرض کنیم یه چوبو میخوایم به صورت برجسته کار کنیم بیاد بیرون از کاغذ. اینم خدمتتون اینجا عرض میکنم، توضیح میدم. در مورد این زنبق هم کارو وقتی که با ناخن اجرا کردم با کمی رنگ و به اصطلاح آبرنگ اینو به این شکل در آوردم و اون چیزایی که در کار نگارگری هست مثل نقطه پرداز، نمیدونم آشنایی دارین، نقطه پرداز کار کردم که این بهتر و ظریفتر خودشو نشون بده. در مورد این اثر هم خدمتتون بگم یه کاغذ قدیمی پیدا کردم و از روی کاغذ رو همینجور به صورت بداهه این نقاشی رو با ناخن کار کردم به صورت نقش برجسته. بعد از این مرحله از شما چه پنهان یه قطعه خط قدیمی بود که از یه قباله‌ای بود یا مثلا از این نسخ خطی چیزی بود، خیلی ظریف و نازک بود. اینو اومدم روی این کار پرس کردم، بعد مهره زدم، با خود کاغذ یکی شد، یه حالت کلاژ خیلی زیبایی در اومد و من از این کار خیلی راضی هستم و این کارم در ایران هست الان در حال حاضر. اینجا کلمه عشق رو به صورت برعکس، عکس و برعکس نوشتم و بعد روی زمینش کالیگرافی کار کردم. خود کلمه عشق رو با طلا کار کردم روی زمینه. در مورد مرغ بسم الله عرض کنم. مرغ بسم الله این خصوصیات رو داره. شما کلمه بسم میاد اینجا، 3 تا اینجا برای دومش هست الف، برای الله، الف بعدی برای الرحمن، الف بعدی برای الرحیم، اینم رحمان و اینم رحیم و روی سر مرغ هم تشدید الله گذاشتم به این شکل، مرغ بسم الله. این کار در تاریخ هنر تا حالا اجرا نشده و اولین بار من این کار رو انجام دادم. مرغ بسم الله های مختلفی رو با شکل های مختلف اجرا کردم که این یک نمونهش هست. این همون مطلبی که راجع به تذهیب عرض کردم، روی زمینه اون حاشیه دور مرغ بسم الله رو خطوط خطایی کار کردم با ناخن و بعد با پرنده و با خطایی کار کردم و بعد روش رو با رنگ و طلا و اینها تذهیب کردم. این هم یه نوع دیگه ناخنی هستش که روی زمینه کرم رنگ اجرا شده، نوع دیگری از این ناخنیه. این هم یه طاووس ناخنی هست، بسم الله الرحمن الرحیم، به صورت طاووس با همون شکلی که عرض کردم. عنوانش هم نوشتم طاووس بسم الله. اینجا چون یه مقدارم من گرایش به هنر مدرن منتها با حالتش با شناخت کامل، نه اینکه همینجوری بی‌پروا وارد مقوله مدرنیسم بشم، مثلا آشنایی با فرض کن کارهای موندریان، کارهای پیسارو، سورئال سالوادور دالی و امثال اینها و فرض کنید کارهای ماتیس رو نمیدونم شما آشنایی دارید، هنری ماتیس و دیگر هنرمندایی که خارجی هستن. من تحت تاثیر اینها هم بودم کلا. یه اشاره‌ای تو کارم میشه. الان این سطح‌هایی که شما الان اینجا سطوحی که اینجا می‌بینید با ناخن اجرا شده و بعد این ماهی‌ها رو هم من با چیز کار کردم، با قلم راپیدوگراف
شما یکی از این هنرمندایی که پرسپکتیو اغراق‌آمیز کار کرده اسمشون متاسفانه الان حضور ذهن ندارم، در رابطه با این پرسپکتیو با بالا به اصطلاح پلن‌بندی این سطوح تو ذهنم اون بود که استفاده کردم. به هر حال هنرها تابش و بازتاب دارن. همینطور که الان شما یک رقص زیبا و یک دفع زیبا تو ذهن شما یه اثری رو ایجاد میکنه و هیچ وقت هیچ انرژی از بین رفتنی نیست، تبدیل میشه به انرژی های دیگه و همینجوری تکرار میشه. و حال شما مثلا یک چیزی رو میبینید، اون چیزی که تحت تاثیر قرار گرفتید تو ذهنتون ایجاد میشه و اونو ارائه میدید. بیننده بعدی به عنوان مخاطب بعدی اون نگاه میکنه، میبینه، گوش میده، تحت تاثیر قرار میگیره و یک اثر دیگه ای به وجود میاد. هنر ناب، هنر خوب، هنریه که 2 تا فاکتور توش باشه. 2 تا فاکتور: 1 تقلید ناپذیر باشه، 2 توصیف ناپذیر. آگوست رنوار اینو گفته، این جمله رو. تقلید ناپذیر و توصیف ناپذیر. هر شخصیتی که کنار هنر قرار میگیره یه برداشت خاص خودش بکنه. این هم اصطلاحاً بهش میگن مثنانویسی. یک حرکتی رو از 2 طرف اجرا میکنیم به این شکل در میاد. در مورد مثنانویسی خیلی کارهای متنوعی میشه کرد. برای مثلا من یه دونه سان خورشید رو با مثنانویسی اجرا کردم، الان در دسترس نیست، که صورت این چشمهاش قرینه و 2 تا پرنده 2 طرفش هست که حالت چشما شده بود سر پرنده و این مثلا تغییرات و این تفنن ها هست. اینم به همون شکل با ناخن اجرا شده. یک صورت مینیاتوری هست، منتها اینو به صورت مدرن اجرا کردم. یه حالت اونجور که مثلا تو رئال اجرا میشه نه، بودم خطوط رو به صورت اغراق‌آمیز اجرا کردم، به این شکل در اومده. اینم باز خدمتتون بگم سیمرغ رو به صورت ناخن اجرا کردم و برای اینکه این تشدید بشه، این نماد بیشتر مشخص بشه، با آبرنگ اینو تشدیدش کردم. من در مورد فروش آثارم حقیقتش زیاد چیز نبودم، برای من زیاد این کار جالب نیست. من معتقدم که هنرمند کارش رو باید ارائه بده، ولی مسئله فروشش نمیدونم من چجوری براتون بگم. من اگر یه شمش طلا داشته باشم نمیتونم بفروشمش. حالا طلا خودش پوله، یعنی اون از نظر اقتصادی اونطور که چیز هست نمیتونم بذارم، ولی مخاطبینی که داشتم خوشبختانه همه اهل دل، اهل هنر و آدم‌های به اصطلاح فهیمی بودن. سوال داشتم، این سبک هنری که شما انجام میدین من رو به یاد کار روی چرم میندازه که یه سری هنرمندا روی چرم در حقیقت چرم کوبی میکنن و نقش‌ها رو روی چرم میذارن. بله بله. عرضم به حضورتون این هنر سوخت روی چرم منظورتونه؟ سوخت نه لزوما، این اونا به صورت حکاکی بوده. یک مهرهای فولادی رو که از قبل آماده شده اینها رو داغ میکردن و میذاشتن اون چرم رو پرس میکردن، حالا واگیره بوده، تکرار میشده، نقش فرض کنید یه ترنجی هم وسط مینداختن، بعد اونم اجرا میکنن. بیشتر برای جلد کتاب‌های قدیمی این کار اجرا میشده. اخیراً هم به صورت چیز اینایی که تو کار صحافی هستن اومدن همین کار رو خیلی مدرنیزه کردن، با تحت فشار قرار دادن چرم بر چیز، اون قالب‌های فلزی، اون نقوش رو ایجاد میکنن. حالا سوالی که واسه من هست اینه که خب تکنیکی که روی چرم استفاده میکنن همونجوری که شما فرمودین از یه قالب یا چیزای کوچیکی استفاده میکنن که با چکش میزنن. آیا هیچ موقع شما فکر کردید که این
هنر خودتون رو که با ناخن انجام میدین ترکیب کنید با استمپ‌های خاصی که مثلا طرح‌های پترن خاصی بتونه اضافه کنه؟ خیلی کارهای مختلف میشه کرد. از جمله این که ما برای مثال یه دونه یک کلمه رو برداریم بنویسیم، بعد اینو اصطلاحاً به صورت قطایی که میدونید چیه، یه واژه تو کار خوشنویسای قدیم، اون به اصطلاح اون کاغذ ضخیم رو با یه کاتر کلمه رو قطایی بکنیم و بعد بذاریم روش اون چیز رو دست بکشیم، اون نقش خودشون نشون میده ظاهراً ناخنیه ولی این خواسته منو به شخصه برآورده نمیکنه. یا شابلونای دیگه با شکل‌های دیگه ساخته بشه، اینا ارزش هنری نداره. برای مثال فرض کنیم ما یکی بیاد یه کار خوشنویسی بنویسه، بعد آمادش بکنه برای چاپ افست بیرنگ، بعد میان چیکار میکنن؟ یه قالب مثبت منفی میگیرن، از اون میذارن کاغذ پرس میشه، اون کلمات ظریف و ریز توی اون ورق میاد، ولی این ارزش هنری نداره. این حالت به اصطلاح چیز تکنیکی و این چیزاست. و خیلی هم هستن که به اصطلاح ممکنه تو کارهای هنرشون، ببخشید این واژه رو بکار میارم، از این تقلبا داشته باشن، ولی به قول حافظ میگه فکر بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. یعنی باید از تأیید کنیم اون چرا که داشتیم با خلوص ارائه بدیم. الان من اینجا مورد کلاژ رو عرض کردم، میتونستم هیچی راجبش بهتون نگم، گفتم این کلاژ شده، خط من نبود، خطی قدیمی بود که روی کاغذ نوشته شد. به هر حال بگذارید، من سرتون درد میارم. جوابتون رو گرفتین قربان؟ من میتونم با سوالی بپرسم؟ من خیلی کنجکاوم بدونم که شما داستان قطع کار که بزرگتر از آشیش بشه چجوری تغییر داریم؟ چون ناخن که ابزار تغییر نکرده، من میخوام بدونم شما چه کردید؟ این که ما هنرها کلاً به هم وابسته هستن من به این فکر افتادم خب چجوری ما میتونیم یک کار بزرگی رو ناخنی کنیم. خب شما کاشی ها رو شما دیدین، تکه های کوچیک کاشی بغل هم قرار میگیره و این نقش بزرگی رو اجرا میکنه. ما اینو طراحیش میکنیم روی کاغذ، بعد از اینکه طراحی کردیم دونه دونه اینها رو اجرا میکنیم، بغل هم چیدمان میکنیم، میشه همون کاشی ها، میشه یه نقش بزرگ ناخنی. متوجه هستم شدید؟ یعنی از این تکنیک مثل شماره گذاری میکنیم، کاشی ها رو دیدید میچینن که درست در بیاد، همین کار رو همین کاغذ انجام بدیم، میتونیم در یه سطح وسیع یه کار ناخنی خوب داشته باشیم. یعنی اساساً امکان کار کردن کاغذهای بزرگ نیست یا هست؟ منتهاشون باید توی دست به چرخه لوله بشه و این کاغذ آسیب میرسه. یعنی میشه رول کرد، پیچ و تاب داد، حرکت داد، به یه نحوی نوشت، ولی کاغذ حالت فرو رفتگی و شکستگی کاغذ ایجاد میشه تو کار. در رابطه با این ادعیه قدیمی، نمیدونم شما دیده باشید نمونه کار ناخنی، دعاهای قدیمی به صورت رول کار شده. بعد اینو چیکار میکردن؟ این کاغذ رو میپیچوندن مثل قرقره، بعد از این طرف باز میکردن، ناخنی کار میکردن، از این بر میبستن میرفتن جلو. یک مجموعه دعا رو به صورت خط چیز استفاده میکردن. این نمونه ها الان در موزه کاخ گلستان هست موجود، یعنی آثار بسیار نفیس و زیبایی هستن اینا و گاهی اوقات اعجازآمیز. من ایرانی‌ها خیلی کارهای زیبایی میکردن. من یه روز رفته بودم توی کتاب فروشی بود توی خیابون شاه‌آباد، از یکی از کارهای سوختنگاریمو برده بودم نشون اون آقایی که اونجا هست بدم، خیلی خوشش اومد از اون اثر سوختنگاری. بعد گفت حالا من میخوام یه چیزی نشون تو بدم که تا حالا هیچ کس ندیده. هم چی هستی؟
باور بفرمایید یه قرآن خطی در این ابعادی خیلی کوچیک‌تر از قوطی کبریت آورد که تمام این کلماتش کاملا رو اصول نوشته شده بود، تذهیب شده بود، ورقاش اینقدر ظریف و کوچیک بود آدم حتی با چشم مسلح هم کلمات رو باید دو میزد، نمیتونستیم ببینیم. این بود که میخوام بگم که قدما کارشون خیلی به اصطلاح چیز بوده، کارهای خاصی انجام میدادن. حالا یکی از دلایلشون دغدغه خاطر نداشتن. الان آقا فرمودن کاراتون رو برای فروش ارائه. هنرمندی بوده مثلا داشته کتابت میکرده، خط مینوشته، بعد خانومش میگه که آرد تموم شد توی اون ظرف آردشون. بعد این بنده خدا حواسش پیش خوشنویسیش بوده، برمی‌داشته تو اون مطلب مینوشته آرد تمام شد. هنرمند نباید دغدغه خاطر داشته باشه، باید کاملا فکرش آزاد باشه و روح سالمی داشته باشه تا بتونه اثری رو که خلق میکنه زیبا باشه. دوستی داشتیم یادش بخیر گفتن که روحشون شاد، والا نشود قیمت در در شکم ابر، تا قطره صفت در دل دریا ننشیند. تأثیر کلامی که نباشد ز سر سوز، هر قدر بود پخته به دلها ننشیند. هنرمند باید دل سوخته باشه، باید وصل باشه، از اون حالت قبض بیرون بیاد برسه به حالت بست. حالا ما که هنوز لیاقت پیدا نکردیم آسمانی بشه کاراکترش. میگه که حافظ میگه که گدای میکدم لیک وقت مستی بین، که ناز بر فلک و فخر بر ستاره کنم. آدم فرض کنی یه لوقبایی میاد یه همچه حرفی میزنه، میگه که من اون موقع که بر حالت قبض خارج شدم و به حالت بست رسیدم دیگه هیچ چیز حریفم نیست. یا آهنی که شما سرده میذارید تو کوره گداخته میشه، این با زبان بی زبانی میگه من آتیشم، اگر باور ندارید دستتون نزدیکم کنید میسوزید. اینی که اگر هنرمند در کارش خلوص باشه کارش ماندگاره و هیچ شکی هم درش نیست، میمونه. به هر حال ببخشید من زیاد سرتون درد میارم، اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. استاد شما فرمودید که آثار از اوایل دوره صفویه و حتی تیموریان اومده داریم. آیا شما فکر می‌کنید که این تاثیر تاهایی که روی کاغذ ایجاد شده کمرنگ شده در اثر مرور زمان، یا همون شیوه آهاردهی کاغذ این رو نگه می‌داره برجستگی فرو رفته؟ آهار مهره نگه می‌داره به شرطی که رطوبت بهش نرسه. مثل همین که کتب خطی، شما خیلی از کتب خطی دیدید آسیب رسیده بهشون، رطوبت هوا اینها. ولی کلا اگر خوب نگهداری بشه حتی داخل کتاب هم قرار بگیره این از بین نمیره، یعنی فشار ورقه کتاب بهش چیز ایجاد نمیکنه. نگهداری، آثار نگهداری باید خیلی دقت کرد تو نگهداری. اون آهار مهرم با آب آسیب پذیره، وقتی آب برسه بهش اون مولکولای نشاسته حل میشه و اون کار محرم یه حالت ناهمواری ایجاد میکنه، این که نمیشه چیز کرد. الان آثاری که الان مونده تو موزه هست من خیلیشون هم دیدم در عین حالی که سالم بوده بعضیشون هم دفرمه شده اصطلاحاً. من با اجازهتون بیام 2 تا کار عملی انجام. میگه 200 گفته چون نیم کردار نیست. کاری بکنیم انشالله که مورد قبول شما عزیزان باشه. این کاغذ رو به خاطر اینکه استکاکش کم بشه به جای آهار مهره روش پودر ماساژ دادم، پودر بچه، پودر تالک، و این باعث شده که استکاک این کم بشه.
همونطور که عرض کردم اگر این کاغذ آهار مهره میشد خیلی راحت میشد خطوط رو اجرا کرد. البته یه مقداری سخت هست ولی انشالله من از عهده‌اش بر بیام. حالا این کاری که الان من انجام بدم اگه بخوام یک کار دیگه مشابه این درست بکنم میشه یه چیز دیگه و اینه که نباید چیزی تکرار بشه به اون صورت. این یکی از اثرام نه به خود شی
نه اون بالا یه بار در مورد اون سوالی که دوست عزیزمون از من کردن در رابطه با مقعر و مهدب بودن چیز، این مثال رو بزنم. ما یه بار ناخنمون الان هم حالت آموزشی داره و همین که تکنیک رو میگم. اینجا این ناخن من ناخن انگشتر اصطلاحاً میگن، ناخن بنسر روی ناخن شسته و من این کاغذ رو از بین دوتا ناخنم عبور میدم تا انتها. ببین الان اینجا این نقطه‌ای که الان اینجا شما می‌بینید برجسته شده، حالا اینجا رو میخوام گودش کنم، برعکس عمل میکنم، ناخن شستم رو میذارم روی ناخن بنسر و این کار رو انجام میدم. حالا شما ملاحظه بفرمایید. حالا از این فرض کنیم ما میخوایم اینجا بامبو کار کنیم. ما از کار اون کشورهایی هم که هنر سنتی کار کردن میتونیم ایده بگیریم. برای مثال الان من اینجا تصویر یه لکلک رو کار میکنم که در هنر چین نماد زندگیه. حالا اینو انجام میدم براتون. اینجا که نوک ناخنم رو تیز کردم به خاطر نقاط حساس و ظریفی که توی کار میخوام اجرا کنم. برای مثال این چشم پرنده یا فرض کن شاخه های خیلی ظریف. لطفا کنین یه لغت اضافه کنین، نوشته. الان حتما این کار میکنم، مرحله دارم. شکل دستتون رو زیر پروژکتور ببینید. 5 تا ناخنتون رو ببینید.
بازش کنید بازش این ناخن زیریه همشو ببینید که خودشون نمیبینن. این انگشت هست و این انگشت. استاد ببخشید یه سوال دیگه، این نحوه این تا کردن یا لول کردن کاغذ رو میشون بگین؟ چون همین الان به نظرم دستمو داشتم میبریدم با کاغذ. شما چطوری چیز میکنید که مثلا من الان میخوام وسط کاغذ رو انجام بدم، اینو مثلا لای این دوتا انگشتا اینا کاغذ رو رول میکنید میبرید تو مسیر دستتون دیگه، منتها اینجا نگهش میدارید که آسیب نبینه. رول میکنید اگه لازم باشه مثلا دوبار هم لول میکنید، طولش و عرضش و اینا رو حسب میکنید با رول کردن، بعد کار میکنید. اگه لازم باشه مثلا دوبار هم لول میکنید، مثلا 2-3 بار مثلا اینجوری بپیچونید. ببین اون دست شماست، مکانیک دست شماست. هر جور که احساس میکنید که راحت میتونید حرکت کنید باید این کار بکنید. یکی از دستش کشیده است، انگشتاش یه جور دیگه است، یکی از جمع و جور او یه جور دیگه است. اینه که شما باید با مکانیزم دست خودتون رو بفرید، کاغذ رو بشه بیارید تو مسیر حرکت ناخنتون. مثلا کاغذ رو عمدن پخش کردن که ما بدونیم که این کار نیستیم. حالا من عرض میکنم برای دوست عزیزمون فرمودن حروف، یکی از کارهایی که قدما انجام میدادند یه بیت از شعر حافظ، نمیدونم یک کلمه خیلی زیبا مثلا مثل مهر، چهره، اینا رو با ناخن اجرا میکردن. حالا من اینجا اون چیزی که شما باید کار بکنید اینه. دم اسب رو که دیدی چجوریه؟ دم اسب یه حالت ایستایی داره، در این حال با نرمش میاد پایین میره عقب. حالا من از سمت چپ شروع میکنم، ناخنم رو میبرم بالا به سمت راست و برعکس از بالا از سمت راست شروع میکنم میام به سمت پایین. حالا این حالت رو نگاه کنید. یه موردی که عرض کردم دور و سطح توی خوشنویسی، اگر ما اینجا دور و سطح رو اینجا اجرا کنیم این قوس ها رو خواهیم داشت، ایستایی رو خواهیم داشت و مثلا من الان میتونم الف رو به این شکل بنویسم، به این شکل خشک و بیروح. آیا این جاذبه خواهد داشت؟ نه، این باید با نرمش انجام بشه. این حرکت الف باید با نرمش انجام بشه
و برای کادربندی هم شما کافیه این ناخن بنسر بیاد روی شست، به تبعیت از اون کاغذ بین دو تا ناخن پرس میشه و بعد ما اینو هدایتش میکنیم کاغذ رو به هر طرف که میخوایم. نکته دیگه ای که باید عرض کنم برای من اتفاق افتاده اینه که من خودم چپ دست هستم ولی ناخنی رو با دست راست هدایت میکنم. شما که راست دست هستین ناخنی رو باید با دست چپ هدایت کنید کاغذ رو. این میتونید انگشتتون رو ببینید که اون ناخن پشتش انگشت ساپورتی که داره چجوریه؟ من اینو میتونم روی کاغذ براتون نصب کنم. رسم کنم اون کاغذ ببین. ببین الان این دست من، این ناخن من، خاطرتون هست گفتم که استاد امیرخانی گفت باید ناخن عین قلم تراشیده بشه، تیز باشه اینها. اومدم ناخنم رو سوهان زدم، اول کات کردم بعد سوهان زدم، یه حالت تیزی خاصی داره و همین باعث میشه ظریف بشه باش کار کرد. بعد اگر نگاه کنید مقطع ناخن من به این شکله، مثل زاویه منفرجه باز. بعد این نوک باید یه سوهانم بخوره که کاغذ رو پاره نکنه، آسیب نده، در این حال اون ظرافت داشته باشه. بعد زیر ناخن و روی ناخن اینا سوهان میخوره. بعد این بیرون ناخن به صورت مبرب سوهان میخوره که حالت فرض کنید اینجا ناخن هست، یه لایه ملایمی این بیشتر میشه. گرفت نظمو؟ بعد انگشت پشت کاغذ رو ناخنه یا ناخن روی پشت انگشته؟ انگشتی که پشت ناخن، ببین الان فرض کنید من الان این کاغذ نیست، ناخنم رو ناخنمه ولی کاغذ رو میارم بین این دوتا قرار میدم، ناخن روی ناخن. یه بار این ناخن روی ناخن، بار دیگه اون یکی ناخن روی ناخن. اگر شما یه مطلبی رو هر چیزی دوست دارین بگید که من روی این بنویسم، حالا هر چی به ذهنتون میرسه. یه کلمه عشق خیلی خوبه. یعنی این نوشید یه مورد دیگه هم که فراموشم شد خدمتتون بگم، اینم قابل اجراست.
به این شکل که ما با یه مداد خیلی کم رنگ روی کار رو طراحی بکنیم، بعد ناخنی کنیم، بعد آخرین مرحله مدادی رو پاک کنیم. این کارم میشه کرد. اون تا بهترین چیز این بوده که به صورت بداهه کار میکردن، نه اینکه بخوان طراحی بکنن. حالا یه چیزی رو خدمتتون بگم، روایته که میگن، حالا نمیدونم حدیثش که هست، میگن خداوند زیباست، خداوند زیباست و دوست داره جلوه‌ای از زیبایی هایی رو که آفریده در مخلوق خودش ببینه و دوست داره. یعنی اگر انسان ها بتونن اون زیبایی های مختلف رو ایجاد بکنن، خدا خیلی دوستش داره. بعد یه مطلب دیگه هم خدمتتون بگم که اگر ما سعی بکنیم با همه هنرها ارتباط برقرار کنیم، حالا هنر رقص، تئاتر، موسیقی، آواز و سایر هنرها، تندیس سازی. مثلا این موقع مثلا من تحت تاثیر کار موندریان قرار میگیرم، یه دونه کار ناخونی به صورت تندیس کار میکنم به این شکل. اینه که هر چیزی که شما رو آب دیده تر بکنه اون نتیجه بهتری میده. یه خدا رحمت کنه استاد شجریان رو از دوستان صمیمی من بودن. یکی از سوالایی که از خودم کرده بودم چه عاملی باعث شده که شجریان بشه؟ خیلی آواز میخوندن. شجریان این خصوصیات داشت، گل خوب پرورش میداد، ساز میساخت، ساز میزد، قرآن رو بسیار عالی میخوند و خوشنویس بود. خط نسخ و نستعلیق رو بسیار زیبا مینوشت و قطعاتی از خط استاد من دارم که یکیشو دادم هدیه به پیشام، یکی از به پوریا پسرم، اینا برای خودم که دیگه سنی ازم گذشته اینا نگهداری کنن. اینه که حالا شما در نظر بگی حافظ که میگن حافظ شاعر ما زیاد داشتیم در طول تاریخ. چرا حافظ شد؟ قرآن رو به 14 روایت میخونده، خوشنویس بوده، صدای خوبی داشته، دیگه چی؟ عارف بوده، عرفان خوب میدونسته، بعد چنگ نواز بوده، نی نواز بوده حافظ. خب اینا شما نگاه در مجموع میشه حافظ دیگه. کسی یعنی اگر یه جای کارش مثلا نیاز داشته باشه که از یه هنر دیگه استفاده کنه، طبیعتا اون کار رو خواهد کرد. خود من به شخصه هنوز شاید موفق نشده باشم. خیلی از هنرهای سنتی رو دنبال کردم، یعنی نگارگری، خوشنویسی، تذهیب، نقاشی روی سفال، میناکاری، سوختنگاری و خیلی چیزای دیگه. و همش هم کلا اینا عرض کردم هنرها تابش بازتاب دارن. اگر یه جای قضیه من نیاز داشته باشم گوشه کار ناخونی فرض کنید تذهیب باشه، خب انجام میدم دیگه. ولی اگر نیاز داشته باشم ولی نتونم اجرا کنم، خب نیاز من برطرف نشده، یعنی مونده، راکت مونده. اگر یکی بیاد بگه این نظر منه، اگه بیاد صرفا بگه من فقط خوشنویس هستم، من نمیتونم بپذیرم. نویس باید اشراف کامل داشته باشه به هنرهای پیرامون خودش. برای مثال من فرض کن میخوام یه قطعه خط خوشنویسی کنم، آوای زیبای بنان بهم کمک میکنه
یا سمفونی 56 بتهوون، کدومش؟ خب طبیعتا من میدونم صدای بنان و اون آوای بنان هست، به من کمک میکنه، میشنوم و تأثیر میذاره رو کارم. نمیدونم تونستم بیان کنم. اینی که هنرمند باید با تمام اون چیزایی که اطرافش هست ارتباط برقرار کنه. من اینم با اجازهتون کارزبندیش کنم و بعد در خدمتتون هستم اگر سوالی باشه. عالی، دست شما درد نکنه. اگر این کارهایی که الان انجام دادم در خلوت در حالت تمرکز اجرا بشه، خب آدم راحت‌تر میتونه ارتباط بیشتری برقرار کنه. هدفم کلا از اومدن اینجا هم آموختن از شما عزیزانه، چیزی نیست فکر کنید مثلا من تمام این صحبت‌ها، برخوردها و کلام شما دونه دونه در ذهن من اثر میذاره و منشأش بعدها مشخص میشه چی بوده چی شده و اینا. مطمئن باشید من از وجود همتون استفاده میکنم، بهره برداری میکنم.